سلام كمسك الختام. ای مؤمنان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. موضوع امروزه درباره توبه می باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ای مؤمنان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید. سوره نور آیت 31. این آیت دلالت بر آن می کند که توبه کردن از گناه واجب می باشد برای هر مسلمانی که گناه کرده است. علما می گویند که توبه از هر معصیت واجب است، اما اگر معصیت در بین بنده و خدا باشد و به حقوق آدمی ارتباط نداشته باشد، 3 شرط لازم است که توبه قبول شود. شرط یکم این ترک کردن، این از گناه دست کشیدن. شرط دوم این پشیمان شدن، توبه کردن. و شرط سوم این که شخص تصمیم گیرد که دوباره آن را انجام ندهد. اگر یکی از این شرط ها ترک شوند، توبه انسان قبول نمی شود. و اگر معصیت به حقوق انسان ها تعلق داشته باشد، 4م شرط لازم است. علاوه بر این شرط های مذکور، شرط زیرین ضم می شود، یعنی باید از صاحب حق براءت و رازگی طلب نماید، یعنی بخشش پرسد. اگر مال او را گرفته باشد، مال را بازگرداند. و اگر تهمت و غیبت کرده باشد، رفته از او بخشش طلب کند. وگرنه روز قیامت از ثواب‌های این غیبت کننده گرفته شده به شخصی که غیبت شد به او داده می شود. و اینچنین علما می گویند که اگر گناه در بین بندگان بود، تا آن دمی که این شخص تو را نبخشد، خداوند گناهی تو را نمی بخشد. پس دوستان عزیز، حق و حقوق یکدیگر را به جای آوریم. برای به جای آوردن حق و حقوق یکدیگر اول باید آنها را آموختن لازم است. به این سبب باید ما دین را آموزیم، ببینیم که اسلام به ما چی میگوید. چون دین بزرگ اسلام حق و حقوق همه شخص ها را به ما گفته است که با پدر و مادر چی معامله داشت، که با همسایگان در چی معامله داشت، که با یار و دوستان چی معامله داشت. همه آنها در ادب اسلامی آمده اند. به این سبب به ما لازم است که آموزیم، دین را آموزیم و آن را عملی کنیم تا در این دنیا و آخرت سعادتمند و خوشبخت باشیم. خلاصه موضوع امروزه دوستان، 2 نوع گناه است. یکم این گناه در مقابل خداوند، این وقتی که شخص نافرمان برداری می کند، ترک امر خداوند می کند یا به گناه دست می زند که خداوند آن را منع کرده است. و دوم نوع گناه این گناه در بین بندگان، یعنی حقی کسی را به جان آوردن، او را غیبت و تهمت کردن. پس به هر یک مسلمان واجب است که از گناهان خود توبه کند، توبه نصوح کند، آن را ترک کند، پشیمان شود و دوباره باز نگردد به انجام دادن این گناه. ان شاء الله خداوند بخشنده است و بخشیدن را دوست می دارد و همه گناهان را می بخشد. و سلام برای آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.